Yeah. Beautiful. Then I'm going to put the presentation on screen. Then Okay. we can start from there. Thank you so much for attending our elder abuse, dignity and respect to the elder people, multicultural communities. Would you put the presentation on, please? Okay. Can we all see the presentation? Yes. Perfect. And by the way, may I ask you to put your microphone off while we are presenting the information session, please? Thank you. And Susan, would you please put on slideshow, please? Yes, I will do that. Just a second. Thank you very much. Yep. Better? Yeah, thank you. هدف از این ورکشاپ بالا بردن آگاهی درباره آزار سالمندان در جوامع چند فرهنگی هستش. Please change the slide, please. Thank you. سلام. رسما اسم من شینا هستش و امروز افتخار دارم که در این جلسه آموزشی رو با شما برگزار کنم. این آموزش از طرف Ethnic Community Council of Victoria، به فارسی میشه شورای انجمنهای قومی ویکتوریا، تهیه و تنظیم شده. این سازمان بیش از 240 سازمان را نمایندگی میکنه. از همه شما برای حضور در این برنامه آموزشی تشکر میکنم و امیدوارم که جلسه مفید و آموزنده داشته باشیم. Please change the slide. Thank you. این همین فرم نظرسنجی هستش. وقتی که با تلفنمون ازش عکس میگیریم، یه عده‌ای که شاید نامه براشون اومده باشه، ایمیل فرستاده باشن، اینو لطفاً انجام بدین الان، که نظر شما رو میپرسه که چقدر در مورد موضوع امروز که آزار سالمندان هستش، ابیوز در مورد سالمندان هستش، اطلاع داریم. اینو پر میکنیم. بعد دوباره در آخر برنامه یک فرم دیگه هستش که اون رو پر میکنیم که این نتیجه میگیرن که چقدر این مفید بوده. Sorry, Sheena, can everyone see the before session questionnaire on the screen? شما این کوشنری رو میبینید دیگه، این سوالات رو میبینید توی اسکرینتون. It is very simple, Sheena. If you want, you can translate it into Farsi. 3 questions. این خیلی ساده هستش. یه چند جمله بیشتر نیستش. چقدر شما در مورد ابیوز و یا آزار سالمندان میدونین؟ ریت میذاره دیگه، هیچ نمیدونین و یا خیلی میدونین. این شماره 1 هستش که هر کسی به علم خودش که چقدر بلده در این مورد اینها رو شماره تیک میزنه، یکی از اینها رو. بعد دومی، چقدر شما ساپورت سرویس های حمایتی که ساپورت سرویس هستش در مورد الدر ابیوز، آیا اونا رو میشناسین؟ مثلا چه سازمان هایی وجود داره که کمک میکنه به کسایی که این آزار شدن، سالمندانی که آزار دیدن؟ هیچ نمیدونین و یا خیلی میدونین؟ هیچ نمیدونین؟ 1 و یا خیلی میدونین، یعنی 5 باید جواب بدین. آیا سوال سوم اینه که آیا شما توی کامیونیتیتون این فکر میکنین که الدر ابیوز انجام میشه یا نه؟ یعنی سالمند آزاری وجود داره توی کامیونیتی شما؟ بله، نه و یا مطمئن نیستیم.
این 3 سوالی که جواب دادیم سابمیت میکنیم. Would you like me to move to next slide? دیدین دیگه لازمه بریم صفحه بعدی. بله اوکی دان ببخشید. جانم. سلام وقتتون بخیر. سلام. حال شما. ببخشید من یادم رفته بود الان بحث شدم و واقعیت سررشته کلام از دستم رفته. موضوع چی بود؟ میشه تازه شروع کردیم. بله. این در مورد افراد سالمند که ممکنه مورد آزار کسی بشن و آیا وجود داره یا وجود نداره تو کامیونیتی ما، توی اجتماع ما. اگر وجود داره، اطلاعات ما در چقدر هستش؟ آیا میدونیم هست نیست؟ اگر وجود داره چطور میتونیم ازش یعنی باید الان این جلسه در مورد اینه که بفهمیم که چه چیزهایی یعنی سالمند آزاری رو در بر میگیره. خب و اگر که سالمند آزاری وجود داره چه راههایی هستش که ما بتونیم جلوشو بگیریم و سازمانهای حمایتی هستن که به ما یعنی اسمش در الان هست که اون اسم اون سازمانها رو میبریم، شماره تلفنشون رو به شما میدیم که بتونین اگر لازم شد آشنایی وجود داشته باشه، سالمندی وجود داشته باشه که یک مشکل همچینی داشته باشه بتونیم بهش کمک کنیم که با این سازمان ها تماس بگیره که به مشکلش بررسی بشه و کمک بگیره. متشکرم. ممنون. خب پس این قبل از اینکه شروع کنیم، اگرچه خیلی شروع کردیم، مایلم این جلسه آموزش رو به طور رسمی با ادای احترام به صاحبان سنتی این سرزمین در سراسر ویکتوریا آغاز کنم. مردمانی که پیوند عمیق و مداوم آنان با زمین، آب و جامعه همچنین ادامه دارد. احترام خود را به سالمندان و بزرگان گذشته و حال ابراز می کنم. Would you please change the page? Thank you. خلاصه سمینار امروز در مورد این یه خلاصه هستش سطح اول که هدف از این جلسه چیه؟ مقدمه برای سوء استفاده از سالمندان، یک تعریفش چیه؟ عوامل زمینه ساز برای سوء استفاده از سالمندان چه هستش؟ عوامل خطر چیه؟ چه موانعی وجود داره که اونا بتونن افشا بکنن اگر همچین مشکلی براشون پیش میاد؟ بعد این سناریویی وجود داره، یه ویدیو کوتاهی هستش که اون سناریو رو میبینیم، اون ویدیو رو میبینیم و نگاه میکنیم که تشخیص بدیم اونجا چه نوع سوء استعمالی از اون افرادی که تو اون فیلم هستن شده. بعد سوال و تأملات و بحث اگر لازم باشه کسی داشته باشه در موردش صحبت میکنیم. چه خدمات پشتیبانی تو استرالیا وجود داره که کمک بکنه به این سالمندان؟ بعد سوالاتی اگه باشن جواب میدیم. بعد نظرسنجی هستش که پس از اینکه این صحبتات تموم شد نظرسنجی آخر رو انجام میدیم که سازمان همین اتنیک گروپ که صحبتشو کردیم بتونه اینا رو بررسی میکنن، میبینن که آیا مفید بوده نبوده، از توش یاد گرفتیم یا نه. Please change the video. Thank you very much. هدف از این ترینینگی که داریم، از این آموزشی که داریم، افزایش آگاهی همونطور که صحبتشو کردیم و درک درباره سالمند آزاری در جوامع چند فرهنگی ویکتوریا هستش. میدونید که استرالیا یک کشور مالتی کالچرال هستش، فرهنگ‌های مختلف توش هستن که مثلا ایرانی ها یک فرهنگ به خصوصی برای خودشون دارن و چقدر
مقایسه این که کسی که خب فرهنگ ایران رو داره و طرز مواجهه با مشکلات سالمندان تو ایران یه جور دیگه است و تو استرالیا یه مقدار فرق میکنه که با اونا آشنا بشیم. و در این جلسه میخوایم که یاد بگیریم نحوه شناسایی این پروبلم هایی که ممکنه برای سالمندان به وجود بیاد و پیشگیری از سالمندآزاری هستش. بعدم که صحبتشو کردیم گفتیم که معرفی خدمات حمایتی موجود در استرالیا رو یک لیستی هستش که به خدمتتون نشون میدیم آخر این سلاید ها هستش که اگه خواستین عکسش رو میگیرین، ولی خب بروشوری هستش که اینا برای شما، برای هورا خانم خواهم فرستاد که هورا با شما در میون بذاره، اون بروشورا رو داشته باشی، شماره تلفن های لازم، آدرس های لازم توش هستش که بتونین یعنی اگر مشکلی هستش کسی رو میدونین مشکلی داره بتونه تماس بگیره با ECCV. بفرمایید. please check that. Sorry. Okay. دوباره سالمندآزاری در میان جوامع چند فرهنگی. Would you change this as well? بله. What is elder abuse? همین سالمند آزاری هستش دیگه. معنیش چه هستش؟ میگه که سالمند آزاری به هر نوع رفتاری گفته میشه که موجب آسیب جسمی، روانی، مالی یا عاطفی به فرد سالمند بشه و معمولا توسط فردی و یا افرادی انجام میشه که سالمند او رو میشناسه و به او اعتماد داره، مانند اعضای خانواده، اقوام و یا دوستان و یا کرر اگه داشته باشه کسی از اون شخص سالمند مواظبت میکنه، هم ممکنه که به آزار این شخص آزار بده، یه جوری بهش صدمه بزنه. سالمندآزاری میتواند شامل انواع مختلفی گفتیم مانند آزار جسمی، کلامی، اجتماعی، مالی، روانی یا جنسی باشد و همچنین میتواند شامل بدرفتاری یا بی‌توجهی، یعنی غفلت میکنن نسبت به فرد سالمند، یعنی کمکی رو که سالمند لازم داره و باید بهش بشه، اون کمک لازمه رو نمیرسونن. حالا انشالله در سلاید بعدی که چه نوع کمک های ممکنه که غفلت بشه از شخص سالمند رو صحبت خواهیم کرد. بیشتر موارد سالمندآزاری در محیط خانواده و توسط اعضای نزدیک خانواده رخ میده. یعنی اعضای خانواده ممکنه شخص سالمند به عنوان مثال مادر بزرگ، ممکنه به وسیله نوه‌هاش، ممکنه به وسیله عروسش، ممکنه به وسیله پسرش و اعضای نزدیک این آسیب ببینه. ممکنه این آسیب روحی باشه، آسیب جسمی معمولا مثلا توی فرهنگ ما نه، بیشتر مثلا روحی هستش. حالا صحبت میکنیم. Would you please change it? Thank you. آزار جسمی مثل هیتینگ، کتک زدن، زیلی زدن، هل دادن، پرتاب اشیا به سمت او، حتی فریاد زدن به سر شخص، که البته که میدونی که همه اینها باعث استرس، سردرد و فشار بالا در اون شخصه که معروض هستش براش اتفاق میفته. بعد آزار کلامی یعنی استفاده از کلمات توهین‌آمیز و آزاردهنده، مثلا صدا زدن سالمند با نامهای تحقیرآمیز و گفتن جملاتی مانند تو پیر شدی، حواست نیست. اینجور چیزا باعث میشه که خب روح و جسم قلب شخص ناراحت بشه، بشکنه. آزار روانی و یا عاطفی
بر احساسات سالمند تاثیر میگذاره. این نوع آزار شامل خندیدن هنگام صحبت کردن او. مثلا وقتی که یه چیزی داره میگه ما بهش بخندیم به حالت مسخره، یا گفتن جملاتی مانند تو چیزی نمیفهمی یا تو نمیدونی درباره چی صحبت میکنی. همچنین رفتارهایی کنترلی که باعث ترس میشه و این شخص دیگه نمیخواد صحبت بکنه، سوال بکنه یا که مشکلشو بگه، برای اینکه میفهمه که زیاد تحویلش نمیگیرن و احترام براش نمیذارن و جدی نمیگیرن. پس اینا همه نوعی آزار عاطفی هستن و مخصوصا کسایی که مراقبت از شخص سالمند رو دارن یک جوری ممکنه رفتار بکنن که این شخص احساس کنه سربار هستش یا تهدید به قطع مراقبت بکنن. اگر اینطوری نکنی من اینطوری میکنم دیگه، مثلا این کار رو برات انجام نمیدم، برات خرید نمیکنم یا پیشت نمیام. و جلوگیری از دیدن نوه‌ها، مخصوصا برای کسایی که خب میخوان که خب دوست دارن، پدر مادر بزرگا دوست دارن که نوه‌هاشون رو ببینن. این به وسیله مثلا عروسش یا پسرش یا دخترش که بخوان یک کاری رو این خانم سالمند یا آقای سالمند براش انجام بده، بگن که اصلا این کار رو نمی کنی برای ما، من نوه‌ها رو دیگه نمیارم پیشت. خب اینا همه انواع آزار عاطفی هستند. یا انزوای اجتماعی مثلا ممکنه که برای این سالمندان اتفاق بیفته که سالمند رو از ارتباط با دیگران دور نگه می‌دارن و ممکن است مجبور بشه که شخص در خونه بمونه، اجازه دوستان دیدن دوستاشو نداشته باشه، اجازه مهمان دعوت کردن نداشته باشه و یا حتی مثلا خب توی استرالیا الان باشگاه‌هایی هستش که ماها یعنی سالمندا راحت مثلا این YMCA ها اینا هستش و یا گروه های اجتماعی مخصوص ایرانیا هستش که یک نفر لازمه که اون سالمند رو اونجا ببره، خودش تنهایی نمیتونه بره. برای همین اگر این کارا رو براش نمیکنن، انزوای اجتماعی برای اون شخص به وجود میارن. به اضافه اینا سوء استفاده مالی، یعنی استثمار مالی مربوط به پول یا دارایی سالمند هستش که این آزار سوء استفاده مالی financial abuse. این شامل استفاده از پول سالمند بدون اجازه و تصمیم گیری مالی، بدون مشاورت با او. یعنی تصمیم میگیرن که پول این شخص رو هر طوری که خودشون دلشون میخواد خرج بکنن و یا امضا از این شخص میگیرن بدون اینکه بگن که من اینو برای چی امضا کردم و یا مجبورش کنن که مالشو و یا خانهشو به اونها واگذار بکنه. اینا همه سوء استفاده‌های مالی هستن. بعض وقتا هم آزار جسمی هستش که انواع آزارهای سالمند یا آزار جنسی هستش که این بیشتر به وسیله کررا ممکن اتفاق بیفته. اگر سالمندی توی نرسینگ هومی جای زندگی میکنه و ممکنه که این اتفاق براش بیفته، ماها به عنوان اینکه آشنا، فامیل، دوست، خانواده نزدیک باید همیشه حواسمون باشه که این یعنی اتفاق افتاده، خیلی اتفاق افتاده، برای اینکه می نویسن اینجا که ما رو بیدار کنن بفهمیم که یه همچین مشکلات جنسی ممکنه که برای سالمندان اتفاق بیفته که میدونین که خب به خاطر شرم و حیا و از نظر فرهنگی این چیزها رو بازگو کردن برای فرهنگ های مثل مال ما آسون نیستش.
آخرین ابیوز که غفلت یا بی‌توجهی و یا نگلکت به انگلیسی گفته میشه، که این زمانی که احتیاجات این شخص سالمند تأمین نمیشه. این شامل نبردن اون نزد پزشک، نه خریدن مواد غذایی، فراهم نکردن غذای سالم و تازه، ندادن دارو و کمک نکردن در حمام و مراقبت‌های شخصی هستش، که وقتی که این اتفاق یعنی نگلکت اتفاق میفته، بعد از یه مدتی که این شخص سالمند رو میبینین، از قیافش، از طرز پوشش لباسش، از اینکه وزن کم ممکنه بکنه، حالت غمگین داشته باشه، سر و روش تمیز نباشه، اینا قابل دیدن هستش که ما بتونیم تشخیص بدیم که چه اتفاقی برای این شخص داره میفته. غیر اینها وضعیت ویزا میتونه برای برخی از سالمندان آسیب پذیرتر هست، به آسیب برسونه. یکی اینکه زنان سالمندی که با ویزای همسر در استرالیا هستن ممکنه کاملا به همسر خود وابسته باشن و همسر ممکنه با تهدید به لغو ویزا و بازگرداندن آنها به کشورشان اینا رو تهدید بکنه و آنها را مورد آزار جسمی قرار بده و مجبور به انجام کارهایی کنه که این شخص دلش نمیخواد. و یا پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هایی که با ویزای حمایتی خانواده اومدن استرالیا، فرد حامی از طرف فرد حامی ممکنه که مورد سوء استفاده قرار بگیرن. اینم یکی از که همین که ویزاتون رو لغو میکنیم، بعد بترسونن، بعد اینا اتفاقایی که افتاده. و البته تو فرهنگ ما خدا رو شکر من اونطوری آشنایی ندارم، فکر نمی کنم که این، ولی هستن که توی فرهنگ‌های دیگه که مثلا کسانی رو از کشور خودشون میارن، بعد که اینجا براشون کمک بشه تهدیدشون میکنن، حقوق بهش نمیدن، اجازه نمیدن، بیشتر ازش کار میکشن. اینا چیزایی که یادآوری میکنه که ما بدونیم همچین چیزایی وجود داره و چشم و گوشمون باز باشه که بتونیم اگر یه همچین تشخیصی دادیم بتونیم یه جوری کمک بکنیم که همین شماره تلفن ها و آدرس هایی هستش که از اون منابع سازمان ها کمک بخوایم. Would you please change the slide? Thank you. Drivers of elder abuse، دلایل و عوامل زمینه ساز سالمند آزاری. یکی ایجزم هستش. نمیدونم ایجزم یه چیزیه که البته تو فرهنگ ما همیشه یاد گرفتیم که به سالمندان خیلی احترام بذاریم و ازشون کانسالت بگیریم، از تجربه هاشون استفاده بکنیم. ولی در نسل جدید این سنگرایی که از عوامل اصلی ایجاد سالمند آزاری شده که به نحوی که جامعه سالمندان را به حاشیه میرونه و ارزش کمتری برای اون قائل میشه و از شرایط اجتماعی زمینه سازی که میتونه منجر به سالمند آزاری بشه به وجود بیاد. یعنی شخص توانایی هاشو چون به خاطر سنش نادیده میگیرن و برای همین مثلا دیگه با افراد جوان توی یک، یعنی قدرت و فهم افراد جوان نسبت به پیرا رو انگار که مثلا پیر شدی دیگه همه چیز رو فراموش کردی و خیلی بی احترامی ها میشه. و الان مثلا میدونیم برای کسایی که سنشون بالا هستش کار نمیگیرن، این یه نوع به اداره، یعنی استخدامشون نمیکنن، این یه نوع ایجزم هستش دیگه. در صورتی که
خب البته خب ممکنه مریض باشه و بعضی از توانایی‌ها رو از دست بده، یواش باشه، ولی بعضی وقتا خیلی بیشتر از جوانها میتونن مفید واقع بشن. میگه که سنگرایی مانند هر نوع دیگر تعویض و پیش‌داوری تأثیر عمیقی بر سلامت جسمی، روانی و شناختی سالمندان داره و همچنین مشاکرت این نگرش میتواند باعث سوء رفتار و بدرفتاری با سالمندان بشه، محیطی ایجاد کنه که سالمندان به عنوان اعضای برابر جامعه ارزش‌گذاری نمیشه و ممکن است به عنوان باری بر دوش جامعه باشند، احساس کنن یعنی. و یا مثلا چون که کسی که به سن بالا با سن بالا مهاجرت میکنه به استرالیا میاد، آشنایی کافی با خدماتی که توی استرالیا وجود داره نداره و کمبود دانستن زبان انگلیسی به اضافه یه انزوای اجتماعی پیدا میکنه، برای قدرت مالیشون از دست میره، آشناهایی که داشتن و مثلا تو کشور اصلی وقتی که آشنا داشتن میتونستن همه چیز رو حل بکنن، اون درآور خانواده بودن، ولی که میان استرالیا بعد چون این کمبودها رو پیدا میکنن یه حالت احساس این که احساس خب یعنی شکست ممکنه بکنن، نتونن، منزوی میشن. اینجا میگه که فشارهای روانی پس از مهاجرت و تجربه سالمندی برای اولین بار در تابستون هوا گرمتره؟ جانم ببخشید چیزی کسی گفتش که من متوجه نشدم. حالا اب نداره، خیلی خوب، اشکال نداره. نه. پس میگه استرس های پس از مهاجرت از جمله بیکاری، انزوای اجتماعی و کمبود منابع ممکن است باعث ناامیدی و بی‌حوصلگی اعضای خانواده بشه. بعد و نسبت به سالمند خب یه کانفلیکت به وجود میاد و باعث میشه که آزار و سوء رفتار به سالمند برسه. بعد یکی از کمبودهایی که افراد سالمند دارن، من خودم یکی از اونها هستم، وابستگی مهارت‌های دیجیتالی هستش که خب این کامپیوتر در زمانی که ما میخوندیم و ما یاد میگرفتیم و جوان بودیم نیست، به اندازه جوانها نمیتونیم از این مهارت‌های دیجیتالیمون رو پیشرفت بدیم، بتونیم با کامپیوتر کارامون رو حل بکنیم. بعضی از ادارجات به طور کلی دیجیتال شدن، برای همین ممکنه که ما برای این کارها از نزدیکانمون، از نوه‌هامون، از بچه‌هامون استفاده بکنیم که این یک نوع ممکنه سوء استعمال هم به وجود بیاره و باعث رفتارهای ناخوشایند از طرف اونها بشه. اوکی. بعد یکی دیگه نابرابری جنسیتی و خشونت مبتنی بر جنسیت در طول زندگی. مثلا این بیشتر برای خانم ها اتفاق میفته، خانم هایی که سالمند هستن بعد تمام عمر در برابر سوء استفاده یعنی که بدون اینکه حقوق بگیرن کار کردن و منابع مالی به صورتی که آقایون دارن ندارن، برای همین اینها بیشتر در مورد این قرار میگیرن که وضع مالیشون جالب نیست و سوء استفاده بیشتری از این افراد میشه. هنوز هم به اون صورت کار میکشن و حقوق نمیگیرن و
فشارهای روحی زیادی برای خانم ها بیشتر از آقایون میگن که وجود داره. افراد سالمند البته. بعد دیگه I think we can go to the other slide. Thank you. دلایل و عوامل زمین ساز سالمندآزاری هنوز ادامه داره. هنجارها، باورها و ارزش‌های اجتماعی که میدونین که این تعارفات رو که ما توی زبانمون داریم تعارف میکنیم ولی به انجام نمیرسونیم، اینا بعض وقتا مشکل ایجاد میکنه، مشکل ابیوزی به بار میاره. باورهای فرهنگی درباره سالمندان و احترام همراه با سنگرایی گسترده در جامعه یکی از عوامل زمینه ساز هستش که باعث سالمندآزاری میشه. بعد که مثلا از نظر فرهنگی تردید در گزارش دادن مشکلات خانوادگی، برای اینکه خب شخص نمیخواد این مشکلاتی که براش پیش اومده، بی احترامی که از یکی از اعضای خانواده براش پیش اومده رو گزارش بده به یک اداره‌ای، برای اینکه و یا به کسی بگه، برای اینکه خجالت میکشه. میگن که خب همونطوری که مثلا هر طوری شما با پدر مادرت رفتار کردی، حالا بچه‌هات با تو رفتار میکنن. ممکنه که مردم اینطوری فکر بکنن، یا بگن که خب بچه‌هاتو خوب تربیت نکردی، برای همین این مشکلات برای شما به وجود اومده. خب بعد که اعضای خانواده، خب ماها که مهاجرت کردیم اینجا، اول مهاجرت وقتی که فشارهای اقتصادی، زبانی و اجتماعی برامون پیش میاد، این باعث میشه که اینها برای افراد خانوادم فاطمه هریرا تو everyone این رفلکت میکنه، این منعکس میشه به بعضی اشخاصی که مثلا سالمند هستن. وقتی که اشخاصی که همه با هم مهاجرت کردن، بعد مثلا مشکلات مالی پیدا کردن، بعد دیگه این شخص سالمند نمیتونه به اون اندازه که قبلا میتونست به فایننس کمک کنه، از نظر اکنومی به خانواده کمک بکنه. بعد مشکلاتی به وجود میاد که همه خانواده استرس میشن و فشار روحی به روی سالمندان بیشتر میشه دیگه. Would you please change this? Thank you. لطفاً خواهش میکنم اگر موضوع هستش که شما میخوان صحبت بکنیم براتون بیشتر باز بشه موضوع، خواهش میکنم که بپرسید، بگید. پس اینجا میگه که عوامل مؤثر بر بروز سالمندآزاری در جامعه چیست، که خب همون سوال کرده بود. اینا رو دوباره میگه که بررسی بکنی، اگه سوالی هستش بپرسید. چیزهایی باعث میشن که این سالمندآزاری به وجود بیاد در اول، یعنی چطور میشه که این اتفاق میفته. خب اینا بیشتر مثلا برای بعضی احتیاجات مالی هستش که شخص سالمند داره و اینا میخوان که از اون استفاده بکنن، و یا جوانایی هستن که بی احترامی میکنن برای اینکه فکر میکنن این شخص که پیر شده دیگه هیچی نمیدونه. عوامل مؤثر در بروز سالمندآزاری در جامعه شما چی هستش؟ که البته این سوال از شماست که یه فکر بکنین آیا این توی کامیونیتی ما در جامعه ما وجود داره یا نه. چی باعث شده تو اون
گروه یا شخصی رو که ما در نظرمون هستش این سالمند باعث آسیب دیده است، این چرا؟ چی بوده؟ چطور شده؟ کی این کارو کرده و چرا؟ Would you pass the other one? Thank you. عوامل خطر risk factors of elder abuse، عوامل خطر سالمند آزاری. یکی همونطور که گفتیم جنسیت هستش که صحبتشو کردیم. خانم ها چون که در فرهنگ ما در قدیم نه الان خانمای ما خدا رو شکر همشون در یعنی کار میکنن، کار بیرون دارند، علاوه بر این که در خانه هم کار میکنن، بیشترشون خیلی فعالتر و با معلومات دار شدن نسبت به دوره‌ای که زمان ما بود. ولی به طور کلی خانم ها وقتی که بچه دار میشن خب مدت طولانی نمیتونن که کار بکنن. همیشه وضعیت مالی آقایان نسبت به خانم ها بهتره و خانم ها مخصوصا اگر که کار نمیکنن تو خونه هستن حقوقی بهشون تعلق نمیگیره. برای همین قبلا هم صحبتش کردیم که اینا بیشتر بی خانمان میشن. احتیاجاتشون وقتی که پیر هستن نسبت به آقایون احتیاجات مالیشون و خیلی یعنی آسیب دیدنشون خیلی بیشتر ممکن اتفاق بیفته تا آقایان. یکم وضعیت مهاجرت هستش که وقتی که مهاجرت میکنیم خب یه چیزایی رو در نظرمون میگیریم که این مهاجرت یه خوبیایی داره و یه مشکلاتی باهاش همراه میاد که مثلا ندانستن زبان هستش، کم دانستن زبان هستش، بیکاری هستش و دیگر وضعیت مالی که خب دیگه درآمدی وقتی که اومدیم نداریم تا اینکه بتونیم کار پیدا بکنیم و حقوق سنترلینک شاید به اندازه نباشه که کمک بکنه. همه اینها باعث میشه که شخص سالمند که توی خانواده هستش بیشتر از بقیه در حالت در خطر قرار میگیره به نظر من. البته خب استادی هایی که تحقیقاتی هم که شده و این برنامه رو گذاشتن اینا رو تحقیق کردن و به ما دادن که میگن اینطوریه. وضعیت مهاجرت هم خیلی باعث یکی از عوامل خطر هستش که برای اشخاص سالمند آزاری یعنی به وجود میاد. آزار سالمندان بیشتر اتفاق میفته. آسیب پذیری در جوامع فرهنگی، خب مثلا ممکنه که تبعیض بشه. تبعیض اتفاق میفته وقتی که یک شخصی رو میخوام به کاری بگیرن ترجیحاً اونی که زبان بلده مثلا میگیرن و ممکنه که این شخصی که هستیم خیلی دانشگاه دیده و خوانده با تخصصهای مختلف وقتی که میان استرالیا خب کار پیدا کردنشون سخت‌تر میشه. وقتی که کار سخت بشه خب تمام خانواده بیشتر برای تمام خانواده تحت تاثیر قرار میگیرن. ولی پدر و مادری اگر که اومده باشن باهاشون اونا بیشتر آیزوله میشن، با اجتماع نمیتونن جور بشن و اون احتیاجاتشون تو کشور اصلیشون شاید راحت تر بتونه برآورده بشه. و یک مشکل دیگه هم که هست مخصوصا اینا چون به خاطر کمبود زبان رو زیاد نمیدونن از بچه هاشون از جوان ها کمک میخوان که کارهایی که اینا باید کارهای اداری رو بچه ها براشون انجام بدن
که باز این ترازوی قدرت رو بیشتر به دست بچه ها میده و اونها ممکنه که سوء استفاده بکنن از این موقعیت که باز به سالمند آزاری منجر میشه. Would you please change this? Thank you. چه مانع‌هایی وجود داره که شخص نمیتونه که مورد آزار قرار گرفته، ابیوز شده، ولی نمیتونه اینو آشکار بکنه، نمیتونه اینو فاش بکنه. اینا یکی شرم هستش که خجالت میکشه که یکی از اعضای خانواده به این شخص به نوعی بی احترامی کرده و بی احترامی کرده و این و یا یعنی از نظر قانونی هم ممکنه که همین که مثلا یک بگه که امضا بکن که خونتو به من بدی یا مالی که داری به من برسه، امضایی که این شخص کرده باشه که اجازه هر کاری رو به عضو خانوادهش داده و این از آن سوء استفاده شده، بعد روش نمیشه که به کسی بگه این موضوع رو و برای همین خب به خاطر شرمه، به خاطر خجالت هستش بیشتر. عدم آگاهی در مورد خدمات پشتیبانی موجود که در استرالیا وجود داره که البته لیستش هستش که الان به خدمتتون میدیم که تو نمیدونیم چه خدماتی وجود داره، چه حمایت هایی وجود داره که از بزرگترها برای سالمندان هست که بتونیم از اونا کمک بگیریم. یکی از دلایلی که نمیتونیم با دولت و یا با این ارگانیزیشن ها تماس بگیریم و دردمون و مسئله‌مون رو با اونا در میون بذاریم، بی‌اعتمادی به خدمات رسمی هستش. این یکی خیلی برای ما اتفاق میفته، برای اینکه چون یاد گرفتیم که به دولت اعتماد نکنیم، وقتی که میایم این کشور هم دیگه اون عادتی که یعنی بتونیم از اونها رسما کمک بگیریم و انجام نمیدیم دیگه، برای اینکه میترسیم که این هم مثلا مثل مال ما باشه. بعد ترس از پیامدهایی که اگر افشا بکنیم، اگر بگیم که مثلا یه همچین اتفاقی بیفته، این شخصی که متجاوز بوده، آزاردهنده ما بوده، ممکنه که تلافی به سر ما در بیاره یا کاری که مثلا قراره برامون انجام میدادن انجام نده. و یا اینکه میترسیم که اگر ما در این مورد با کسی صحبت بکنیم ما رو باور نداشته باشه، و یا ترس از طرد شدن یا رها شدن توسط خانواده و یا دوستان که دیگه کسی به ملاقات ما نیاد. اگر بگیم مثلا فلان چیز فلان طور شده، روش فاش بکنیم، دیگه اون شخصی که آزاردهنده هست سعی میکنه که مثلا تماس ما رو کمتر بکنه. به یکی دیگه هم که قبلا صحبت کردیم، تردید به جدا شدن از خانواده و میگن که مثلا مجبوری ما رو توی ایجکر یا خونه سالمندان میذارن، اگر که اله بکنیم دیگه نمیتونیم تو خونه بمونیم، باید به خونه سالمندان بریم. و چون آشنایی به اون صورت که این خونه سالمندان چه حالتی داره، خوبه بده، چون تو فکرمون هستش و توی کشور ما این یعنی از نظر فرهنگی همه دوست دارن توی خانواده تا آخرش بمونن و اون خونه های سالمندان زندگی کردن تو اون خانواده های سالمندان جالب نیستش. میترسیم که اینجا اونطوری باشه، برای همین سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه این کارهای ابیوزی که بر ما اتفاق میفته رو قبول بکنیم و فاش نکنیم تا ما رو تو خونه سالمندان نذارن. Would you please change? Thank you. اینجا سوالی هستش، البته اینو از شما میپرسه، چرا
دلایل اینکه وضعیت مهاجرتی یک فرد میتونه یک عامل خطر برای سوء استفاده از سالمندان باشه. اینو میپرسه که چطور، چه نوع وضعیت مهاجرتی وقتی که ما ویزای مهاجرتی داریم و وسیله‌ای که ما رو ساپورت کرده که به اینجا بیاییم، چه عامل خطری وجود داره که ما میخوایم که مثلا این الدر ابیوز رو قبول بکنیم، این ابیوز رو قبول بکنیم بعد ولی فاش نکنیم. اینا همون. آیا کسی هست جواب بده به این یا من صحبت بکنم؟ خب اینه که وقتی که هم صحبتشو کردیم که مثلا خیلی استرالیا میرن با خارجی ها، مخصوصا با فیلیپینی و اینا عروسی میکنن. وقتی که میارن اینا وابسته به همسرشون هستن و زبانشون ضعیفه و کار بیرون ندارن، کار نمیکنن و به وسیله همسرشون ممکنه که چیز بشن که بگن که اگر که اون کاری که من از شما میخوام انجام ندی و یا به حرف من گوش نکنی و یا خواستاری که من دارم انجام ندی، ویزاتو باطل میکنیم، تو رو پس میفرستیم. همینطور ممکنه این اتفاق برای کسایی که پدر مادر بزرگها که میان که بر همراه خانم فرزندانشون باشن و به اونا کمک در خونه کمک بکنن. ولی وقتی که میان دیگه این ابیوس ها مثلا ممکنه که باز بی احترامی بشه، خیلی زیاده ازش کار بکشن و اون صحبت هایی را که قبلا کردیم، مثلا همون امضا بگیرن و خونه رو به اسم من بکن و بعد همه اینها برای اونا اتفاق بیفته، برای اینکه به خاطر وضعیت مهاجرتیشون ممکنه اینا رو قبول بکنن، میترسن اگر اینا شکایت بکنن، به یک کسی مراجعه بکنن و یا پروبلمشون رو به اونا بگن، ممکنه که ویزاشون باطل بشه. Would you please pass the next one? Thank you. پس اون سوالی رو که اونجا بود گفتیم که چطور اینا وابستگی به دیگران از گزارش بدن به اداره مهاجرت، موانع زبانی که نمیتونن صحبت بکنن و قشنگ راحت بتونن خواسته دلشونو بگن و به خاطر اینکه نتونن وارد اجتماعی بشن و یعنی که یکی باید اینا رو ببره به اون اجتماعات، به اونا که برنامه ها هستش و یا مهمانیان خودشون نمیتونن برن، تو انزوا هستن و فشارهای فرهنگی و خانوادگی که یک مقدار اخلاقات، تعارفاتی که ما تو کشورمون داریم یک مثل زنجیری که دست و پاهمون رو گرفته و باید که اونا رو بررسی بکنیم و دیگه یعنی نمیشه راحت از اون عاداتی که داریم دست برداریم و کنترل توسط دیگران. خب کنترل شخص به دست خودش نیستش، به دست یکی دیگه هستش و بعضی وقتا برای اینکه قدرت انجام کاری رو نداره دیگه اونو قبول میکنه که مشکلی رو که با اون شخص داره، آزاردهنده داره، قبول بکنه و بسوزه و بسازه. Would you pass the next one please? حالا یک کیس استادی، یه ویدیویی که صحبتشو کردم، اون ویدیو رو نگاه میکنیم که شما تو این ویدیو نگاه کنید ببینید که چه اتفاقی در اونجا میفته، کیه که داره ابیوز میکنه و چرا. Would you pass to we go to the video please? Sorry, give me a second, Sheena. I need to find the link. Yeah. Maybe in the meantime, if they have any question, you can discuss with that, and I'll just find the link. Okay? Sorry. نیک اسم پسر این خانواده هست، ماریا مادر این پسر هست.
حالا یه ماجرای اینجا انجام میشه که شما توجه کنین که این پسر کارت بانکی مادرش رو ور میداره و ازش سوء استفاده میکنه. حالا اجازه بدیم بریم نگاه کنیم که چه اتفاقی میفته. Can you still see my screen? I see your screen but it is paused. That's okay. I haven't shared this screen yet. Just give me a sec, please. I'm sorry for my interruption. ببخشید شینا جان. من میخواستم دوباره به دوستان یادآوری کنم که اگر سوالی دارن تا اینجای جلسه لطف کنید از شینا جان بپرسید تا ویدیو مرسی. آماده بشه و پخش بشه براتون دوستان. خیلی ممنون. مرسی. چطور دیدی یعنی how you find this presentation چطوره این آیا موضوع براتون جالب هست؟ آیا این توی اجتماع ما انجام میشه؟ وجود داره اصلا؟ و آیا کسی از این حمایت هایی که توی استرالیا وجود داره استفاده کردن یا نه؟ من فکر میکنم که برنامه شما بسیار آموزنده و خوبه و یادآوری میکنه به خصوص برای نسل دوم جامعه ما. نسل اول طبیعتا همونجور خودتون فرمودین از نظر سنتی برای به قول معروف افراد مسن ارزش خاصی قائلن، چون ارزششون رو میدونن و میدونن که چقدر برای خانواده مفیدن برای نوع. خب متاسفانه نسل دوم، البته نه همه، نسل دومی که کمتر با ایژوکیشن یا تعلیم و تربیت به قول معروف رابطه داشته این مشکلات رو داره و بجاست که به نظر من یادآوری بشه و ذکر بشه. حتی ممکنه که خیلی از پدر مادرایی که این برنامه شما رو میبینن متوجه نشده باشن که بچه هاشون این کار رو میکنن یا نواشون، ولی با برنامه‌ای که از شما میبینن به قول معروف یک حالت بیداری به اونا دست میده. ولی یک مقدار این متاسفانه به علت جابجایی فرهنگ و این مشکلات هستش دیگه. اینو کاری هم راهش همین تعلیم و تربیتی است که یا از طریق خود شما یا از طریق حساب مؤسساتی که اینا رو میدن این انجام میشه دیگه و خیلی بجاست. بله به نظرم شما حق دارین. خیلی ممنون که جواب دادین و گفتین که خب به هر حال این یعنی مفیده. به نظر منم مفیده، چون خب منم کارم این نیستش که در این مورد صحبت بکنم، ولی چون داشتیم این ویدیو رو آماده میکردم میدونم چقدر از این اتفاقات ممکنه برای اشخاص پیش بیاد، ولی هیچ وقت اینا تجزیه و تحلیل نمی کنیم که این حرکتی که این شخص انجام داد نباید این کارو میکرد و این یه نوع بی احترامی به بزرگا هستش. دقیقاً درست. من با فرمایش شما کاملا موافقم. ناخودآگاه متوجه نمیشن چون بچه‌هاشون رو دوست دارن، فکر میکنن خب عیب نداره، میدونین، ولی واقعیت بله، امر اینه شکایت که نمیکنن که چرا واقعیت مثلا اینه این کارو که کردی. بله یاد نمیگیرن که درست. این کارا درست نیست. هم برای سالمندان هم برای جوانها لازمه که حدود خودشونو بدونن، تا چه اندازه هدفش کمک، دوست داشتن، عشق و چه اندازهش بی احترامیه و سوء استفاده کردنه. این خیلی مهمه که اینو بدونیم. ولی خب اگرچه خب من الان نمیدونم که هنوز تو ایران مثلا ایجکر آیا وجود داره و خونه سالمندان چقدر راحت خوبه به اندازه که اینجا هست، ولی اینجا برای سالمندان ارزش قائل دولت، یعنی حقوق قوانین اینجا خیلی احترام میذاره برای بزرگا و سهولت‌هایی وجود داره که اگر بدونیم به چه ارگانیزیشنی مراجعه کنیم و مشکلمون رو با چه کسی، به خصوص NEEC ethnic community group اونجا هستش، elder abuse، البته میریم الان دیگه اون صفحه رو میاره،
اونجا آدرس ها و شماره تلفن ها هستش، اسم ارگانیزیشن هایی که بتونن کمک بکنن، مثلا خشونت خانوادگی هست به کجا مراجعه کنن، اگر که مثلا یه مشکل مهاجرتی هست به کجا مراجعه بکنن و مثلا حالا لیستای دیگه. اون لیستا خیلی مهمه که به دست اشخاص برسه وقتی که همچون مشکلی پیدا کردن. مترجم خیلی مهمه، برای اینکه مثلا خب سالمنده بیشترشون زبانشون کافی نیستش، به مترجم از طریق مترجم میتونن از این چیزها، از این ارگانیزیشن ها کمک بگیرن، از این حمایت هایی که وجود داره تو استرالیا برای سالمندان استفاده بکنن. ببین قوانین خود به خود کاری نمیکنه، البته مفیده، نه اینکه مفید نباشه، ولی قوانین باید تبدیل به فرهنگ بشه. در اینجا این قوانین هست، ولی در جوامع سنتی بسیار قدیمی و تمدن‌های بسیار فرهنگی این قوانین آرام آرام تبدیل به فرهنگ شده. درسته. و در اینجا هنوز تبدیل فرهنگ نشد، ولی به هر حال بازم خوبه که چیز باشه دیگه، بازم خوبه که گفته بشه دیگه. یواش ولی یواش قوانین خالی مشکلات رو حل نمیکنه به نظر من. بله. یک مقداری باید بدونی، یک مقداری باید آگاهی بیشتر و همکاری بیشتر با به حساب همین خانواده‌هایی که مشکلات دارن بشه تا واقعا درک بکنن که قانون نیومده که اونا رو به حساب ناراحت بکنه، قانون اومده که بهشون کمک بکنه. درسته. خیلی ممنون. Can I just Susan start John, the is video it now? ready? Yes, Yeah. please. Can you see my screen? Yeah. Okay. Hear the voice? Hasn't started yet. Sorry, can't you see the video? The We are video is still here, but it hasn't started. Sorry, are we on the still presentation or you can't? Okay, just a second. Presentation, yeah. Just a sec, please. Sorry, that's my. Can you see it now? Oh, yeah, it's here now. Yeah, okay, thank you. Doesn't have sound. Can you hear the sound? No sound. No sound. No. No sound. Sorry, from my end, I can hear the sound, so you can't hear the sound? No, I can't hear the sound. Has anyone hearing? No. میشنوی صداشو؟ No. No one hearing. Maybe I can share the link with you, Hura, if it's okay, via email. Hura, yes, please, Susan. Yeah, I'm here. Yeah. And then you can just circulate. Is this okay? Sure, yes. I can send the people. Yeah. Yeah, I'm really sorry for that. I'm going to try one more time. As I said, I can hear it from my end. Maybe I can just try to put that on via website because it was on YouTube. Let me see, all right? No problem, sure. Sorry. دوستان تا شینا جان دارن ویدیو رو آماده میکنن، اگر احیانا حالا به علت مشکلات فنی این ویدیو نتونست کامل پخش بشه، چون قرار هست که من ایمیل کنم برای شما عزیزان، اگر تمایل دارید که براتون ارسال بشه لطف کنید ایمیل ادرستون رو به همون آدرس اینفوی کانون بفرستید که ما بتونیم براتون این ویدیو رو لینکش رو بفرستیم.
مرسی از همگی. Beautiful, thank you. One more I'm going to attempt one more time. بله ببخشین. بفهم. خواستم بدانم که می انفورمیشن سیشنی که امروز بر ما میتین آیا میشه که میرم با ما بفرستین که دوباره بشنویم؟ اینو هورا خانم فکر میکنم میتونم بفرستم. بله در جلسه رکورد میشه. ما اول جلسه در واقع از همه دوستان این پرسش رو کردیم که این جلسه داره رکورد میشه، همه در جریان باشن. به محض اینکه رکوردینگ انجام شد ECCV برای ما رکوردینگ رو میفرسته، ما روی وبسایت میذاریم و شما میتونید از طریق وبسایت کانون ایرانیان ویکتوریا این جلسه رو دوباره تماشا کنید و گوش کنید. Beautiful. Can you see my screen? Yes, we can. All right. Can you hear it? Unfortunately, there is no sound. There is no sound. All right. Yeah. As I said, I'm happy to share the YouTube link, so you can Perfect. just let your people know, then they can watch it on YouTube anytime, whenever they want to. Sure, no problem. Just the problem is I don't have everyone's email address, and I ask everyone if they wanted to have the link to send us their email addresses. Perfect. And then we can share the link with everyone. Perfect. Thank No you. worries. Thank you so much. And also, you can share the link via WhatsApp or text message. Perfect. Yes, I can. Beautiful. Sure, no problem. Thank you. All right, let's get back to the presentation, yeah? Then we go back to the presentation, and Yes, we I can. just give some very summarized information about this video. Perfect. Okay. این داستان یک پسر اسمش نیک بود و مادرش ماریا و پدرش هم هستش تو این که اگه این ویدیو رو نگاه میکردیم. این پسر کارت بانک مادرش رو ور میداره و این مسئوله که مثلا کرایه خونه رو بده، قرض خونه رو بده و یعنی هر بیلی میاد که این باید پرداخت بکنه. ولی این آقا کارت مادرش رو ور میداره، مثلا رفته پول آب و برق رو بده اونجا، ولی کارت رو ور میداره میبره بانک، شماره حساب یعنی اون پس کد مادره رو میدونه، میزنه پول رو میگیره و میبره قمار اونجا بازی میکنه. حالا به هر قماری از اون مغازه خرید میکنه که شانسش رو امتحان میکنه. بعد میاد خونه، نامه هایی که خب این پولا رو اینطوری دیگه به پول آب و برق رو نمیده، بعد اینا هی بدهکار میشن. بعد میاد به پدره میگه که یه نامه میاد، بعد نامه رو بدون اینکه بخونه به پدره بگه این مال چیه، یه الکی میگه که این بانک ها اله میکنن بله میکنن بدرفتاری میکنن. بعد این نامه برای شما اومده انگار که مثلا ریت رو گفتن که بهتر میکنیم، شما گفتن که ولی شما اینا امضا بکنید. امضای پدره رو بدون اینکه واقعا مثلا میخواد از بانک پول قرض کنه به اسم پدر و مادر، قرض میکنه و اونا رو استفاده میکنه. بعد کارت مادره رو که استفاده کرده میده. بعد این کسی که قرضا رو جمع میکنه مأمور میاد دم خونه که میگه که به مادره میگه که شما اینقدر قرض دارین، در صورتی که مادره فکر میکرده که این بچه، این پسر یعنی پول آب و برق داده و داره بهشون کمک میکنه. حالا اگه نگاه میکردیم خیلی خوب بود که مثلا اینجا گفته که دیسکاشن میگه چه نوع سوء استفاده از سالمندان را میتوانید شناسایی کنید تو این ویدیو. یکی همین که سوء استفاده مالی میکنه. یکی از عوامل سوء استفاده از سالمندان در این مورد در این مطالعه موردی چیست؟ برای اینکه پسر قماربازه. بعد یک مانع برای افشای گزارش استفاده از سالمندان چیست؟ که خب پدر مادر دلشون به حال بچهشون میسوزه و نمیخوان که از بچهش شکایت بکنن، نمیخوان بچهشون رو به زندان بندازن، مشکلاتی برای بچهشون به وجود بیارن، برای همین صدا چیزی نمیکنن. بعد بچه دیگه به اون اندازه میرسه که مثلا دیگه اینا قرض بزرگی بالا میارن و باید خونه رو بفروشن.
اگر سوء استفاده از سالمندان را ببینید به آن مشکوک شوید کاری میتوانید انجام بدهید که حالا میریم تو صفحه بعدی، سلاید بعدی میگه که خب چه کار اگه مشکوک شدیم با یک مربوط به هر کدوم از این لیستایی که میاد یکی از اونا باید تلفن بزنیم و کمک بخوایم. Susan, would you go to the next page? Yeah. خب این شماره اول سینیور رایتس ویکتوریا، اطلاعات و حمایت حقوقی رایگان، مجانی این کارو میکنن. سالمندانی که سوء استفاده از سالمندان شده رو تجربه کردن، سینیور رایتس ویکتوریا بریم. مثلا اگر که این ویدیو خانومه باید که از این سینیور رایتس ویکتوریا کمک بخواد، بعد کمکش میکنن که مثلا حالا بعض وقتا کمک میکنن که پول مثلا قرضیه رو پرداخت بکنه، بعد یا مثلا ممکنه که این پسر رو از این خانواده جدا بکنن که دیگه از این مشکلات برای این خانواده بار نیاره. بعد چیز دوم اورنج دور یه سازمانیه که خطر خشونت خانوادگی و سوء استفاده از سالمندان به اورنج دور میتونه باز حمایت بکنه از کسی که سوء استفاده ازش شده. سیف استپس مثلا برای کسایی که مثلا خانمایی که از خونه مشکل خانوادگی دارن باید از خونه جدا بشن، منازل اضطراری هستش که اونا رو اونجا جا میدن و کمک میکنن که خب اینا روی پای خودشون واستن و بتونن از جواب مشکلاتشون رو بدن. بعد این تاچ خدمات خشونت خانوادگی مخصوص برای زنان مهاجر و پناهنده هستش. این تاچ Elder Rights استرالیا این زیرش حمایت و وکالت در رابطه با خدمات مراقبت از سالمندان از جمله موارد سوء استفاده در مراکز مراقبت از سالمندان انجام شده. Elder Rights استرالیا این شماره تلفن هاشون اونجا هستش. به این تلفن ها اگر تلفن بزنیم و ازشون بگیم اونا دیگه میان به شما، مخصوصا Elder Rights استرالیا، شما تلفن بزنید. اگر که انگلیسی هم بلد نیستین میتونید که از 13 14 50 هستش که برای به هر زبانی بخواید صحبت کنین، اونا میان آدرس بدین میان کمکتون میکنن و مشکلات رو تا اونجا که بتونن حل میکنن. هدف از همه این صحبت ها اینه که این ساپورت ها تو استرالیا وجود داره. اینا شماره های خیلی مهمی هستن. این شماره تلفن ها شماره های مهمی هستن که اگر به مشکلی از این بابت برخوردیم بتونن کمک بکنن. اگر عکس این صفحه رو با موبایلتون بگیرین، ولی خانم هورا قراره که اون بروشوری رو که این ECCV آماده کرده براتون بفرسته و یا وقتی که شما هورا خانم رو دیدین ازش بگیرین. این شماره ها اونجا وجود داره فکر میکنم. مرسی شینا جان، ممنون. حتما. And would you go to the next page please? بله، اینا هم بروشورایی که دیگنیتی همین این بروشورها هم به زبانهای مختلف هستش. این بروشوری هستش که حالا نمیدونم اینه که میخوام برای شما بفرستن یا یه دونه یه چیز جدیدیه. Maybe we can ask Susan. Susan, this. Yeah, go. Hura, you just muted yourself. Yes. I'm sorry. I wanted to unmute, but again, muted That's myself. okay. I'm so sorry. Just wanted to make sure the QR code here in this slide is taking us to a brochure. Is it the same one that you're going to share with me? No, the one is I'm going to share with you. It is going to be video, YouTube video, and this one, it will take you to our all brochures. We do have 23 languages brochure, so it will take you to that link. So you can read it
of Farsi, as well as I'm going to send you the hard copy. This is the one that you're going to send me the hard copy. Yes, Perfect. that's correct. Okay. Thank you. But people can also, just scan the QR code here too. Exactly. Maybe we Perfect. can give it a go if someone is using phone, or Hura, if you have your phone next to you, can you Yes. just scan the code and I see can. if it's working or Yeah, not? definitely. Please. Sure. Thank you. No problem. پس اینو شما میتونین اینجا که QR کد هستش اینو میتونین که به موبایلتون الان بزنین، این دیگنیتی اند رسپکت بروشورش رو میتونین پیدا کنین، میاد که شماره تلفن و اون چیزا همه اونجا هستش. مرسی شینا جان. من فقط یک لحظه سوزان can I ask you please a moment I wanted to scan the QR code and share with everyone. Thank you. من این QR کد رو اگر بتونم بگیره خوبه. I'm not sure it's not scanning. Oh yes, it's taking me to the brochure now. Perfect. That means it is working. Great to hear Yes, that. it Thank is you. working. دوستان برای من کار کرد. اگر کسی خواست خودش هم میتونه از این QR کد یه اسکن بگیره با موبایلش، ولی در عین حال من دارم و میتونم شیر بکنم باهاتون. Thank you Susan. You are welcome. So I'm moving to next slide, Shina. Is that correct? Yes. Good. And even they can, Hura, there is another scan. So I don't need to share with you via email. So they can scan the code. It will take them to do our YouTube videos as well. Perfect. Yes. الان یه QR کد دیگه هست دوستان. Okay, and the videos are intended to encourage. Is it including the video, this one? Yeah, it is including the video. Can you just give it a go as well, Hura? Hura, Sure. can you please? Yeah. Yes, I'll do Unfortunately, it. Farsi is not available, but English, it is simple English and other few languages, including Turkish, Italian. Yeah, maybe in the future we will definitely try to add. Yeah. No problem. I'm gonna to scan this one as well. Oh yes, perfect. It is working, isn't it? I got it. Yes. Okay, I have no it now. problem at all. Thank you. Thank you. And next slide, Sheena. این یه ویدیو اجازه بدید این یه ویدیو دیگه هستش که این میتونین اینو تماشا بکنید و خانم هورا اینم براتون آماده کرده، این QR کد رو اگر عکسشو بگیرین از اونجا میتونید شروع بکنین، ولی این به انگلیسیه. فکر میکنم که available in 14 languages، به 14 تا زبان ترجمه شده این ویدیو. حالا احتمالاً امیدوارم که فارسی توش باشه، من نگاه نکردم. فکر میکنم گفتن نیستش نه؟ Yes. متاسفانه. It's not including Farsi version. Yes, Susan? Yep. Okay. Next page please. البته سوال کردیم که آیا سوالی وجود داره؟ سوالی هست خانم آقایون؟ حله؟ همش؟ ببخشید من یه سوال داشتم. بفرمایید. خواستم ببینم از چه سنی محسوب میشه سالمندی؟ از 50 سال به بالا. اوکی. مرسی. نه؟ اجازه بدین من 50 تا فکر میکنم دیگه. I'm not sure. Susan, you may know what is the elders age starts for this senior life? 65 years old. From 65 years old, we in Australia they acknowledge as a seniors group. For Aboriginal people from 55. Okay, 55. 55. For Aboriginal people, 55. For all multicultural communities, including Australian people, 65. 65. پس 65 ساله. مرسی، متشکرم. You are welcome. ولی به هر حال این فکر نمی کنم که خب سینیور رایتس اونجا هست، ولی اگر هر مشکل ابیوز به هر شکلی دارین میتونین از اینا کمک بگیرین دیگه. نمیتونیم منتظر بشیم تا 60 سالمون 65 سالمون بشه. به نظر من این وسیله و تنها وسیله اینا ازش کمک بگیریم. زهرا جان عذرخواهی میکنم، شما خودتون رو میوت کنید لطفا. Can hear the background noise.
I can just mute it from my end. Yes. I did it. Okay. Perfect. Thank you. Can I add something? Susan, Yes, I'm of going to course. speak in Farsi. I wanted to ask everyone if they have any question, they can call ASAP later on and they can Yes. we can refer them to the right service. دوستان اگر بعد از این جلسه سوالی براتون پیش اومد و یا خواستید که مسئله‌ای رو مطرح بکنید، کمکی خواستید، میتونید با کانون به صورت محرمانه در تماس باشین و ما در کانون خوشحال میشیم بتونیم شما را ارجاع بدیم به سرویس مورد نظر. اگر هم که خودتون اسکرین شات گرفتین، عکس گرفتین از اون صفحه‌ای که تمام اطلاعات بود در مورد سرویس هایی که وجود داره در این زمینه، میتونید مستقیم تماس بگیرید. همونطور که شینا جان گفتن، من فقط دارم تکرار میکنم چیزی رو که شینا جان قبلا گفتن، از طریق شماره 131450 میتونید به وسیله مترجم باهاشون صحبت بکنید. یعنی شما اول 131450 رو میگیرید، درخواست مترجم فارسی زبان میدید و بعد شماره اون سرویس مورد نظر رو بهشون خواهید داد، شما رو کانکت میکنند. به راحتی از طریق مترجم میتونید سوالاتتون رو به صورت محرمانه باهاشون در میون بگذارید. مرسی از همگی. Thank you. Sheena, can you please unmute yourself? Sheena, you muted. You are muted. Yeah. All That's right. right. Would you go next? Thank you for your participation. خیلی ممنون از اینکه شرکت کردین. به هر حال صحبت‌های لازم او را جان کردن. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. And also, I'm going to share the surveys, which is after the session. We did already before the session. Now, let me see. Thank you so much, Sheena, for great information. نظرسنجی رو که بعد از آموزش هستش، اولیه که قبل از آموزش چقدر اطلاع داریم از این موضوع، بعد چقدر به یادگیری ما کمک کرده، در نظرسنجی دوم انجام میدیم که به انگلیسی هستش. Would you open it then? Okay. Can you see it? Yep. Yeah, but hasn't come yet. I'm going to open it. I thought you were talking about the slide. That's all right. No, Just yeah, give me a second, please. Yeah, yep. Thank you. Hasn't come? Yes, I haven't done it yet. Sometimes it takes time to, switch one screen to other screen. True. Just a second, please. Please while we are waiting, maybe if they have, any comment or any feedback, we are happy to take it. Sheena, Hura, they can send it to you. سوزان خانم میگن اگر که نظری دارین، اگر صحبتی هست، لطفاً تا اینکه این نظرسنجی بیاد میتونین صحبت بکنین. Okay. All right. So maybe, Sheena, Yes. it seems like when I just finish the Zoom record, they will receive the survey. Okay. Yeah, looks like. Okay. From user to everyone. مرسی از کامنتاتون دوستان. توی قسمت چت من دارم کامنت های شما عزیزان، فیدبک ها رو میبینم. خیلی خیلی ممنون. ما پذیرای همه جور فیدبک شما عزیزان هستیم جهت در واقع ایمپروومنت و بهتر شدن برنامه هامون. ممنون میشم که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. فرم نظرسنجی رو میخواستن الان براتون باز بکنن، متاسفانه انجام نشد، اما لینک رو من دارم. من لینک نظرسنجی رو همون اول QR کد اسکن کردم دارم. مثل باقی لینک هایی که میخوام باهاتون شیر بکنم، ممنون میشم اگر ایمیل آدرستون رو به آدرس اینفو کانون برای ما بفرستید و بعد من بتونم تمام لینک هایی رو که با QR کد تونستم بگیرم و همینطور لینک نظرسنجی رو براتون بفرستم و نظراتتون رو بتونید با ECCB در مورد این جلسه و همینطور با ما در میون بگذارید. Thank you so much for everyone attending tonight. I know it is quite cold as well as rainy day.
And I would like to thank you, Sheena, as well as Hura, and on behalf of ECCV and my colleagues Hayat, who couldn't make it tonight. I hope you gain the information in your language, and we would like to, maybe next financial year facilitate another workshop. It could be in physical face-to-face, or it could be online again. Thank you so much. خیلی تشکر کردن خانم سوزان، گفتن که ممکنه که یه جلسه شبیه اینو توی برنامه آینده بتونیم رو در رو و یا دوباره همین آنلاین دوباره اجرا بکنن و بگذارن که بتونیم شرکت بکنیم. منم خیلی متشکرم که شرکت کردیم. به خدا سپردمتون. همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. مرسی از همگی. مرسی از همه شما. Yeah. Can I ask you another thing? If the participants who are still here happy to take a group photo, they can just turn on their camera on if they want. If they don't want it, that's fine. Then I can take a group photo. خانم سوزان میگن که اگه دوست دارین همه با هم اگه ویدیوتون رو باز بکنین که بتونن اگر مایل باشین یه عکس از دست جمعی بگیرن. All right, then I'm taking. Perfect. Nice. Merci. Thank you so much, everyone. It is lovely to see you all. All right, I'm taking the photo. 3, 2. Beautiful. Thank you. Thanks a lot. مرسی از همگی دوستان. مرسی از حضورتون. متشکرم شینا جان. Thank you سوزان. خوشحالم دیدمتون. به خدا. منم همینطور. مرسی عزیزم. متشکرم. خدا نگهدار. Bye. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خدا حافظ.